سلام خدمت همه دوستان و همراهان عزیز. امیدوارم که حالتون خوب باشه و روزهای خوبی رو سپری بکنید. امروز اومدیم که شروع کنیم به اولین جلسه آموزشیمون توی بازار طلا، یعنی هر اون چیزی که در مورد طلا از 0 تا 100 باید شما بدونید و نیاز هستش که با موارد و اصطلاحات اون آشنا بشید تا بتونید یه معامله‌گر تو بازار طلا باشید. من تمام مواردی رو که باید شما تو بازار طلا از اصطلاحات، از انواع بازار، از انواع پلتفرم ها، انواع معاملاتی که باید بدونید، نحوه محاسبه و خیلی از مواردی که باید و نکات ریزی که باید در حین خرید فروش طلا چه فیزیکی و چه صورت آنلاین بهش دقت بکنید و بدونید رو من امیدوارم که بتونم تو این دوره به صورت خیلی خلاصه ولی مفید در اختیارتون بذارم. جلسه اول ما و مقدمه شروع دوره 0 تا 100 معاملات طلا مربوط میشه به انواع بازار طلا. خیلی خلاصه سعی میکنم ویدیوهای خیلی کوتاه ولی مفید و جمع‌بندی شده براتون ضبط کنم و در اختیارتون بذارم. خب توی جلسه مقدماتی ما میخوایم در مورد انواع بازار طلا با شما صحبت بکنیم. چه بازارهای طلایی وجود داره؟ اگر دوستان ویدیو نقشه راه پیج ما رو دیده باشن، من تو اونجا خیلی مختصر توضیح دادم ولی الان یک مقدار بیشتر و مفصل‌تر توضیح میدم براتون. یکی از بازارهایی که ما در بازار طلا باهاش مواجه هستیم معاملات خرید فروش طلا به صورت طلای نقدی و فیزیکی است. یعنی چی؟ یعنی همون طلای زینتی و طلای نوعی که شما میخرید و استفاده میکنید، خانم ها استفاده میکنن توی مراسمات یا به صورت عادی خریداری میکنن و گوشواره، گردنبند، علنگو، دستبند و غیره و ذالک. خب من به ترتیب معایب و محاسن اینها رو بهتون میگم و همین انواعش رو میگم و در این انواع تو هر بند سعی میکنم معایب و محاسن رو هم همونجا بگم که دوباره برنگردیم به اول بحث. خب طلای نو و طلای زینتی چه معایب و چه محاسنی داره؟ خب حسنی که طلای نو داره، خب اسمش روش هست طلای زینتی، برای زینت و زیبایی استفاده میشه و فقط میتونم بگم تنها فایده‌ای که این طلا داره جنبه ظاهری و زینتی بودنش هست. هیچ سود و فایده‌ای به نظر من نداره. دلیلش اینه که اگر شما طلای زینتی رو به خصوص طلای زینتی نو به محض اینکه خرید میکنید حداقل مبلغ 18% شما همون ابتدایی و هم تو ضرر هستید. یعنی چی تو ضرر هستن؟ فرض میکنیم شما یک انگشتری رو خرید کردید به ارزش 100 میلیون تومان. شما این انگشتر رو همونجا از همون مغازه بعد اینکه فاکتور شد خرید بکنید، بلافاصله بهش بگید پشیمون شدم و اینو میخوام الان به شما بفروشم. 18% از اون کسر میکنه. این 18% شامل مالیاتش میشه، شامل اجرتش میشه، اجرت ساختش میشه، در صورتی که شما هنوز استفاده نکردید ولی اجرت رو از شما کم میکنه و مبلغ 82 میلیون تومان به شما برمیگردونه، یعنی همون لحظه. پس اگر شما طلای زینتی یا طلای نو رو خریداری بکنید به منزله اینکه میخوام سرمایه گذاری بکنم، گزینه کاملا غلط و نامناسبی هستش. چرا که شما باید منتظر بمونید قیمت طلا 18% افزایش پیدا بکنه، رشد پیدا بکنه در یک بازه زمانی
و تا قیمت طلاتون با قیمت روزی که خریدید لحظه فروش مساوی بشه. بماند که باز هم شما ضرر کردید، به خاطر اینکه مبلغ 100 میلیون تومان 18% ازش کم شده، پس باید 18% بازار رشد بکنه. خب بازه زمانی که این 18% قرار رشد بکنه حداقل 6 ماه تا 1 سال طول میکشه. حداقل همون 6 ماه رو بگیم، 6 ماه طول میکشه. این 100 میلیون تومانی که شما طلا خریدید تا بشه مجدد برای فروش همون 100 میلیون تومان بشه، چون 18% یا همون 18 تومان ازش کم شده، یک هزینه فرصتی شما پرداخت میکنید، اصطلاحاً یک خواب پولی پرداخت میکنید. شما 100 میلیون تومانتون اصطلاحاً خوابیده. این با توجه به تورمی که در کشور ما وجود داره و حداقل، باز دارم حداقل رو میگم، ماهانه حداقل 2.5 تا 3% تورم ما توی کشورمون داریم میبینیم، افزایش پیدا میکنه. تورم ماهانه اقتصاد کشور ما هست. خب شما اگر 6 ماه رو، حالا ما مرکب این 3% رو حساب نمی کنیم، فقط میگیم 6 ضرب در 3 مساوی است با 18%. 18% هم شما تو خواب پول ضرر میکنید، یعنی 18% قیمت افت طلا به علاوه 18% قیمت هزینه فرصت یا خواب پولتون میشه جمعاً 36%. 36% باید طلا رشد بکنه تا شما بتونید به مبلغ 100 میلیون تومان خودتون برسید و مساوی باشید. یعنی چی؟ یعنی شما قیمت طلاتون 82 میلیونه، لحظه که خرید 18% کم شده ازش، طلای 100 میلیون تومانی. این باید به 100 میلیون برسه، تازه به قیمت واقعی طلا لحظه خرید رسیدید. خواب پولتون رو هم حساب بکنید به علاوه حالا 18% خواب پول، یعنی همه اینها تقریبیه. یعنی بخوایم ریس حساب بکنیم مثلا اینطوری حساب نمیشه، ما داریم خیلی معمولی و کف بازاری حساب میکنیم. ما ماشین حسابی و حسابداری طور حساب نمیکنیم، به صفحه یک حسابدار حرفه‌ای حساب نمیکنیم. خب اون 18% 6 ماه خواب پول هم بهش اضافه میکنیم، فرض میکنیم اون 18% هم 18 میلیون میشه. پس پول شما باید بشه 118 میلیون. ارزش طلاتون لحظه که میفروشید باید بشه 118 میلیون تومان تا بگید من سر به سر شدم. نمیگید 18 میلیون سود کردم و سر به سر شدید. و از 118 میلیون به بالا هر چقدر که شما سود بکنید در بازه زمان 6 ماه فرضاً، شما تازه میتونید بگید، فرض میکنید اگه 119 میلیون اون انگشتر رو بفروشید شما 1 میلیون تومان سود کردید، پس عملا سودی نکردید. خب من این مطالب رو پاک میکنم تا ادامه بحث رو داشته باشیم. خب حالا میریم سر وقت طلای زینتی دست دوم. طلای زینتی دست دوم تقریبا به 2 قسمت تقسیم میشه. یکی طلای زینتی دست دوم سالم، یک مدل شکسته. خب طلای زینتی دست دوم از نوع سالمش یک مزیت داره که خب شما 18% خب ضرر نمی کنید در زمان خرید و فروش، ولی ضررش همچنان پاورجا هست. 18% نیست ولی پاورجا هست. و یک مزیت دیگه هم که داره، طلای دست دوم اجرت نداره و مالیات هم نداره، چون یک بار این طلا زمانی که نو بوده ازش 9% مالیات و حالا حدوداً 7% اگر اشتباه نکنم تقریباً
7% سود فروشنده و حالا با توجه به نوع طلا درصدی هم که نامعلوم اون خود طلا فروش مشخص میکنه اجرت ساخت گرفته شده. حالا طلای زینتی 9% مالیاتش یک بار پرداخت میشه، اجرتش هم یک بار پرداخت میشه. فقط 7% سود فروشنده که همون طلا فروش هست باقی میمونه که اون در طلای زینتی دست دوم مجددا این 7% تبدیل میشه به 3 الی 7% که اکثرا همون 7% رو میگیره و حالا کمتر طلا فروشی هستش که 3% رو لحاظ میکنه، ولی 7% سود خرید و فروش رو محاسبه میکنه. یعنی شما اگه خواستید طلای زینتی دست دو بخرید، باز مجددا 100 میلیون در لحظه که خرید میکنید اگر 7% رو که 7 میلیون میشه کسر بکنیم، مبلغ طلای شما ارزشش تو اون لحظه در اصل سرمایه شما از 100 میلیون تبدیل شده به 93 میلیون و خب مجدد دوباره خواب پول رو ما محاسبه میکنیم، تقریبا ماهی 2.5 الی 3% و 7% هم به علاوه 7% هم سود فروشنده. کسی که میخواد طلا خریداری بکنه که هم جنبه زینتی داشته باشه و هم جنبه پسنداز و اصطلاحاً سرمایه گذاری داشته باشه، گزینه مناسب تری هست، به شرط اینکه میگم هم قصدش این باشه که زینتی استفاده بکنه و هم قصدشون این باشه که پسنداز و ذخیره داشته باشن، سرمایه گذاری داشته باشن، که خب به نظر من طلای زینتی دست دو سالم گزینه مناسب تری هست. شما حداقل اگر 7% رو محاسبه بکنین 11% شما این وسط جلو هستید، پس گزینه مناسب تری هست. و اما اگر شخصی دوست داره که طلای زینتی دست دو رو فقط از لحاظ سرمایه گذاری بهش نگاه بکنه یا پسنداز و ذخیره بخواد بهش نگاه بکنه، گزینه مناسب گزینه طلای شکسته هست که خب طلای شکسته نه دیگه 7% سود فروشنده داره، نه اجرت داره، نه مالیات داره، به قیمت هر گرم طلای 18 اعیار، طلا با اعیار 18 محاسبه میشه. یعنی روی تابلو اگر قیمت طلا 6 میلیون و 500 و مثلا 70 هزار تومان اگر باشه، با قیمت 6 میلیون و 570 هر گرمش محاسبه میشه و دیگه سود و مالیات و اجرت و اینطور مسائل دیگه شامل حالش نمیشه. خب به در چه کسایی میخوره؟ کسانی هستن که سرمایه گذاری به سبک سنتی رو دوست دارن، یعنی سرمایه گذاری در بازارهای طلا رو به سبک آنلاین و خرید حواله های بورسی رو دوست ندارن و میگن دوست داریم طلامون دم دستمون باشه و ما میخوایم طلایی رو داشته باشیم که با چشم ببینیم و بتونیم تو خونمون، تو صندوقمون، گاف صندوقمون ذخیره کنیم و نگه داریم و دلمون میخواد ببینیمش. مطمئن‌تر این قضیه براشون. خب توصیه میکنم به این اشخاص. خب میریم سر وقت آب شده. همین طلای شکسته رو وقتی که کارایی نداره، یک سری از طلا فروشی ها، طلا سازی ها که از بانک مرکزی و اتحادیه طلا مجوز رسمی دارن، باید حتما مجوز گرفته باشن، این طلا رو آب میکنن و به صورت شمش در میارن که خب خوبی که این قضیه داره اینه که خب به صورت شمش هست، فیزیکی هست،
حالا طلای شکسته یه عیبی داره، خب طلای کوچیک هستش ممکنه حالا گم بشه، هر اتفاقی بیفته، ولی این شمش هست. و طلای شکسته یک عیبی داره که احتمال هستش که توش کلاهبرداری صورت بگیره، یه بخشش طلا باشه، یه بخشش مس قاطی کرده باشن، وزنش سنگین بکنن و اصلا طلا 18 عیار نباشه، عیارش پایین تر باشه. ولی طلای آب شده خاصیتی که داره به خاطر کد انگی که بهش میگن. کد انگ حالا توی قسمت بعد بهتون نشون میدم، فقط الان توضیح دارم میدم. یه کد انگی داره که اون کد رو همون فروشگاه و طلاسازی که مجوز داره اجازه داره صادر کنه و داخل سایت ریگیری که بعداً حالا آدرس سایتش رو براتون تو جلسات بعد بهتون میگم، تو اون سایت ثبت میشه و کاملا مستند هست. یعنی مشخص میشه این شمش طلایی که آب شده طلایی که الان اینجا هست عیارش 18 هست، 17 هست، 15 هست، 16 هست، مقدار عیار مشخص میشه، درصد خلوص اصطلاحاً مشخص میشه، وزنش کاملا مشخص میشه، کجا این طلا ذوب شده، شمش شده، همه اینها کاملا مشخص میشه و این برای شما یک سند هستش که این شمش معتبر هست و میتونید با کدی که روی اون شمش ثبت شده شما در سایت ریگیری استعلام بگیرید و ببینید که اون گفته فروشنده که فرضاً گفته این 100 گرم شمش آب شده 18 عیار هست، آیا همچین چیزی هست یا نه، 17 عیار یا هر چیز دیگه ای که به مراتب از طلای زینتی دست دوم شکسته بهتر و معتبرتر هستش. فقط نکته که باید دقت بکنید حتما اینه که از جاهای معتبر خریداری بکنید که دارای مجوز هستن. خب گزینه بعد، بازار بعدی که وجود داره در انواع بازار فیزیکی سکه هست. خب انواع سکه داریم، سکه تمام بهار داریم که به دو قسمت یا به دو نوع طرح قدیم و طرح جدید تقسیم میشه. خب طرح قدیم طرحی هستش که سال 58 تا سال 70 ضرب شده و یک طرف این سکه 3 مرتبه یا به صورت 3 بار حالا به این شکل همچین حالتی اسم حضرت علی نوشته شده، دقیقا نام علی نوشته شده و طرف دیگه هم گنبد و گلدسته بارگاه امام رضا هستش که به سکه طرح قدیم معروف هستش. و اما طرح جدید که از سال 70 تا سال 86 ضرب شد، حالا 70 71 72 همینطور ضرب شد تا سال 86 آخرین طرحش بود. یعنی بعد سال 86 هم ضرب شد ولی دیگه پایین سکه ننوشتن 80 و مثلا 7 87 88 یا همون 86 مون. حالا علت رو خدمتتون عرض میکنم. این سکه طرح جدید معروف به سکه امامی هست. یک طرفش بارگاه امام رضا و طرف دیگه هم عکس امام خمینی حک شده که به سکه طرح جدید یا به سکه امامی هم معروف هست. وزن سکه طرح قدیم و جدید هیچ فرقی با هم نمیکنه، فقط در ظاهرش هست و حالا تفاوت‌های دیگه هم بهتون میگم. سال 86 به بعد دیگه سکه طرح جدید یا سکه امامی سالش تغییر نکرد به 87 88 و الی آخر نشد. دلیلش اینه که وقتی که هر سال از سال 70 تا سال 86 هر بار که سکه جدید رو میزدن به سال جدید برای ضرب میکردن
سکه سال قبل با قیمت پایینتری معامله میشد و از ارزش میافتاد و این کار باعث میشد که اون سکه دیگه خرید فروش نشه و مورد معامله قرار نگیره، به خاطر اینکه میگه سکه جدید نوتره. حالا از لحاظ روانی این تو بازار باب شده بود، علت منطقی نداشته ولی خب حالا باب شده بود این قضیه. حالا سال 86 بعد اینکه تموم شد و سال 87 خواستن سکه جدید ضرب کنن، گفتن خب برای اینکه سکه ها یک ارزش رو پیدا بکنه و دیگه تفاوت قیمت بین سکه هایی که سکه طرح جدید هست تفاوت قیمتی بینشون نباشه و همه با یک قیمت مورد معامله قرار بگیره، اومدن سال 86 رو حفظ کردن و همون طرح رو ادامه دادن و هر سال اگر سکه‌ای رو ضرب کردن با همون طرح 86 ضرب شد. نکته بعدی که توی سکه در مورد سکه طرح جدید و طرح قدیم بخوام بگم، تمام سکه هایی که 1386 خورده، خب این سکه ها حالا بعدا اصطلاحات رو بهتون کامل توضیح میدم، فقط الان میگم یه توضیح مختصره برای معرفی بازار هست، حالا بعدا متوجه میشید حباب سکه چی هست. حباب سکه، سکه ها همه دارای حباب هستن، اختلاف قیمت واقعی سکه و قیمت مورد معامله سکه بهش میگن حباب. با توجه به میزان عرضه و تقاضا در کف بازار این حباب کمتر و بیشتر میشه. سکه های 86 و به بعد، یعنی اونایی که سال 86 هست و حالا اخیراً هم الان سکه های سال 402 403 ضرب شده، همه سکه هایی هستن که قیمت ذاتی به علاوه حباب سکه هستن. ولی سکه های قبل از سال 86، حالا 85 باشه 84 باشه و پایین تر، سکه هایی هستن که اصطلاحاً بهش میگن سکه بدون حباب، یعنی قیمت اونها دقیقاً قیمت ارزش ذاتی قیمت سکه است. سکه ارزش ذاتیش و قیمت ذاتیش چجوری هست؟ مقدار وزن سکه هستش که 8 گرم و خورده ای هست، ضرب در قیمت هر گرم طلای 21.6 خلوص 21.6 یا عیار 21.6 هستش که ضرب در اون میشه، به علاوه یه 500,000 تومان هم ارزش هزینه ضرب سکه، این میشه ارزش ذاتی مبلغ سکه. همه سکه ها چه 86 چه قبل 86 چه بعد 86 به این شکل محاسبه میشه که سکه های 86 و به بعد ارزش ذاتی یعنی همین فرمول به علاوه حباب هست. سکه های قبل از سال 86 فقط همین فرمول هستش. خب انواع دیگه سکه نیم سکه هستش، حالا وزنهای اینا رو بعدا توضیحاتشو بهتون میدم. ربع سکه، سکه های گرمی و سکه پارسیان هستش که سکه پارسیان از 100 سوت تا 1.5 گرم وزن داره و از وزنهای مختلف تو بازار هستش. خیلی خب، حالا برای توضیح بیشتر یه نکته در مورد آب شده رو فراموش کردم بگم. شمش آب شده همون 18 اعیار، خب اعیار 18 یا همون خلوص 750 اصطلاحاً بهش میگن، موقع که شمش ذوب میشه و به صورت طلا ذوب میشه و به صورت شمش آب شده در میاد یا آب شده اصطلاحاً میگن در میاد، به دو صورت، یعنی اون خلوصش بین 730 تا 750 هست یا همون 73% الی 75% است. این درصد خلوصه، یعنی انقدر از میزان طلا اون شمش طلا هست و باقیش سایر فلزات. دلیل این که خب سایر فلزات اضافه میشن به خاطر اینکه طلای 24 عیار یا طلای خالص انقدر نرم هستش که با فشار دادن حالت میگیره و برای اینکه طلا رو بخوان به صورت زینتی درش بیارن باید یه مقدار فلزات دیگه بهش اضافه بکنن، آلیاژی ترکیب بکنن که باعث بشه طلا اون شکل خودش رو حفظ بکنه. برای ادامه توضیحات من این مقدار سفر رو مرتب میکنم. خب میریم سر وقت سایر بازارها. پس یکی از بازارها بازار نقدی و فیزیکی بود که انواعش رو براتون گفتم. یه خلاصه
طلای نو 18% ضرر، طلای زینتی دست دو حداقل 7 الی 10% ضرر رو خواهید داشت. حالا این 10% به خاطر اینکه خب شما به هر حال با یه قیمتی میخرید بعد میخواید بفروشید. موقعی که شما طلا رو میخرید طلا 18 عیار هست، 750 هستش، ولی موقعی که ازتون میخرنش یعنی برمیگردونید به فروشنده و میخواید بهش بفروشید دیگه با اینکه 18 عیار هست ولی با خلوص 17 یعنی با قیمت 17 از شما برمیداره، یعنی با قیمت طلای اعیار 17 از شما برمیداره. خب پس این خودش الان یه خلوصی ازش کم شده، پس ارزش طلا میاد پایین تر. فرض میکنیم اگر 6500 باشه 18 عیار، 17 عیار مثلا 6 تومنه، پس 500,000 تومان تو هر گرم اینجا ضرر میکنه. به خاطر هم میگم 7 الی 10%. حالا باز خواب پول و این داستان ها خب سر جای خودش هست همچنان. پس 7 الی 10% هم اونجا ضرر میکنید توی طلای دست دو. و آب شده خب به صرفه و به قیمت هستش، همون طلای 18 عیار یا 17 یا 16 هر چقدر که باشه همون محاسبه میشه، چون داخل سایت اعیارش مشخص هست، ضرب در قیمت همون اعیار و گرم اعیار میشه و شما قیمت خالص اون رو میخرید و هیچ اجرتی هم نداره. فقط روی هر گرمش حالا 20,000 تومان 30,000 تومان فروشنده از شما سود میگیره، 100 گرم میگیره 300,000 تومان میخواد از شما سود بگیره. و سکه هستش که انواع سکه هم خدمتتون گفتم، سکه طرح قدیم طرح جدید هست، طرح و سکه های ضرب قبل سال 86 سکه های بدون حباب هست و بعد از اون هم سکه های حباب دار هست. و اما بازار بعدی ما بازار سرمایه گذاری در صندوق های طلا یا ETF هست که توی قسمت بعدی، جلسه بعدی، ما در مورد انواع صندوق طلا، نحوه معامله کردن و استراتژی معامله روی این صندوق های ETF طلا به شما آموزش میدیم. براتون یک آموزش جامع و کامل و نوسانگیری روی این بازار رو ضبط میکنیم. این بازار هم نوسانگیری داره که تقریبا 1 ماه هستش، هم به صورت افراد روندگیر هستن که یک روندی رو میگیرن که تقریبا 6 ماه هست، و هم به نگاه سرمایه گذاری هستش که بین 6 تا 1 سال هم و حتی بیشتر میتونن سرمایه گذاری بکنن تو این بازار، که هر 3 تا روش رو که چجوری با چه ابزارهایی خرید و فروش کنید، چجوری شناسایی کنید صندوق خوب رو، و اینکه با چه ابزارهایی و چه اندیکاتورهایی و چه روشی در نوسانگیری، در روندگیری یا در سبک سرمایه گذاری خرید و فروش بکنید که سودده باشید. در مجموع بخوام یک خلاصه توضیح در مورد این بازار بخوام بدم، خب یک خرید و فروش طلای آنلاین هستش. شما با حداقل مبلغ 500,000 تومان میتونید طلا خرید و فروش بکنید، و اینکه بازار یک بازاری که باید سعودی باشه تا شما سود بکنید، و غالبا کسانی این صندوق ها رو خرید و فروش میکنن که نگاه بلند مدت دارن و کوتاه‌ترین مدت زمان برای خرید و فروش این هم حداقل دیگه 1 ماه هستش، یعنی برای کسانی که حداقل 1 ماه میخوان یک پولی رو سرمایه گذاری بکنن که حالا کوتاه‌ترین بازه زمانیش 1 ماه هست که میشه نوسانگیری. حالا بازار بعدی، خرید و فروش طلا از طریق بورس کالا و حواله سکه. خب ما یک بورس کالایی داریم که کد بورس کالا هست، خارج از اون کد سجامی که شما
برای خرید و فروش سهام یا حتی همین صندوق سرمایه گذاری ETF هست با اون فرق میکنه. شما داخل بورس کالا میتونید شمش خریداری بکنید. خب دیگه حداقل میزان خرید و فروشش فکر میکنم حدوداً 2-3 میلیارد باشه که شما میتونید خرید و فروش شمش بکنید و این شمش رو باید برید تحویل بگیرید از خزانه، تو سامانه خرید میکنید و بعد حالا طبق یه سری فرایندها میرید از خزانه تحویل میگیرید. خب بیشتر کسانی تو این بازار هستن که طلا فروش هستن، خب شمش خریداری، طلاساز هستن، شمش خریداری میکنن و برای ساختن طلا ازش استفاده میکنن. حالا استفاده های دیگه هم داره، بحث سرمایه گذاری، میتونید بخرید شمشتون رو تو خونه سرمایه گذاری بکنید. توی همون بازار بورس و سامانه سجام که مثل صندوق های طلا همون بازار ETFش هست، یه نوع معاملات دیگه هم ما داریم به نام خرید فروش سکه، حواله سکه هستش که شما یک سکه و بیشتر، یعنی نمیتونید مثل ETF بیایید با 500,000 تومان بخشی از یک سکه رو حالا خریداری بکنید و ارزش انگار اون صندوق رو دارید خرید میکنید. شما سکه نمیخرید، شما سهام یا ارزش اون صندوق رو دارید خرید میکنید. ولی در حواله سکه شما وارد همون سامانه بورس و کد سجامی خودتون میشید، تو کارگزاری سرچ میکنید که سکه، انواع سکه میاد، سکه بانک آینده، بانک رفاه، بانک ملت و بانک های مختلف سکش میاد. حالا شما نگاه میکنید، بررسی میکنید، یکی از اون حالا انواع سکه رو خریداری میکنید، از یک و بیشتر سکه خریداری میکنید. تو هر خریدتون هم فکر میکنم تو هر بار خرید از 1 تا الی 10 عدد سکه رو میتونید خریداری بکنید و بعد از اینکه خریداری کردید شما میتونید با کارگزاریتون تماس بگیرید و درخواست بکنید که حواله اون رو به شما بدن و شما مراجعه بکنید به خزانه داری همون سکه‌ای که همون بانکی که سکه رو ازش خریداری کردید، مثلا بانک رفاه، و خزانه داری اون که آدرسش هم تو سایت هست، میرید سکه‌تون رو تحویل میگیرید. و اگر هم دوست نداشتید میتونید که حواله‌اش رو داشته باشید ولی خب سکه رو تحویل نگیرید و حالا توی یک روندی سکه داره رشد میکنه. شما فرض توی قیمتی مثلا 50 میلیون خرید کردید و قیمت سکه رسیده به 60 میلیون و شما روی 60 میلیون همون مقدار سکه‌ای رو که خریدید، حالا 10 تا خریدید، میتونید 10 تاش رو بفروشید، یکیش رو بفروشید یا پلکانی سیو سود بکنید، یه بخشی از اون 10 تا سکه رو روی 60 میلیون، بخش دیگر رو 70 و همینطور بالاتر بفروشید و نیازی نیستش که حتما برید خود سکه رو تحویل بگیرید. یعنی عملا شما میتونید هم به صورت صندوق ها خرید و فروش بکنید، یعنی صندوق رو خب نمیرید تحویل بگیرید سکه رو، که ارزش اون رو به صورت ETF خریداری میکنید و در نهایت روی قیمتی میخرید، روی قیمتی هم میفروشید. حواله سکه هم به همین شکل روی قیمتی میخرید، میتونید همون حواله روی قیمت دیگه بفروشید و نه میتونید هم به قیمت خیلی مناسب اوردر بذارید، بگید من مثلا الان سکه روی 50 میلیونه، من روی سکه رو 55 میلیونه، من روی قیمت 52 میلیون میخوام بخرم. سکه اگه قیمتش رو 52 میلیون رسید شما خریدتون رو انجام میدید و حالا بعد روی قیمتی دیگه بالاتر از قیمتی که خرید کردید میفروشید. خوبی و مزیت این بازار این هستش که من هر دو بازار هم ETF رو و هم حواله رو بخوام بهتون بگم، خوبیش این هستش که مثل بازار فیزیکی شما متحمل ضرر نمیشید. دلیلش اینه که شما همین سکه رو اگه بخواد فیزیکی بخرید، زمان خرید و فروش شما 3% متحمل ضرر میشید. یعنی همونطور که اینجا من توضیح دادم روی این 18 تقریبا 7 الی 10%، روی آب شده که اینجا خرید میکنید روی هر گرمش تقریبا 30,000 تومان و اینجا هم روی سکه ها
روی سکه تمام حداقل 3%، سکه های نیم سکه تقریبا 5 الی 7%، ربع سکه 10 الی 15% و حدود سکه گرمی هم 20% شما ضرر میکنید موقع خرید و فروش. اختلاف قیمت خرید و فروشش هستش. پس بازار فیزیکی خب این ضررها رو متحمل میشید، ولی توی بازار ETF و بازار حواله سکه بورسی شما یک کارمزد خرید و فروش خیلی ناچیز که تقریبا فکر میکنم این رقم باشه 0.01% پرداخت میکنید. این میشه کارمزد خرید و فروش شما که رو هر 10 میلیونش تقریبا چیز هلوش 15,000 تومان اگر اشتباه نکنم یا 1500، حالا الان حضور ذهن ندارم، شما کارمزد میخوای پرداخت بکنید و اختلاف قیمت خرید و فروش ندارید. یعنی چی؟ یعنی شما روی تابلو میبینید که الان قیمت سکه تو بازار 52 میلیون تومانه و شما توی بازار بورس با همون قیمت 52 میلیون تومان خرید میکنید و موقع فروش توی بازار میبینید قیمت سکه 60 میلیون تومانه و همون قیمت 60 میفروشید. ولی شما داخل بازار میرید میخواید سکه رو فیزیکی بخرید، فرض میکنید 52 میلیون قیمت تابلوه، از شما 50 و مثلا 2 میلیون و 700 800 پول میگیرن و موقعی هم که میخوان از شما بخرن قیمت 60 تومان باشه از شما 59 میلیون تومان مثلا ور میدارن. خب این یکی از معایبش هستش که این عیب توی بازار فیزیکی هست و توی بازار آنلاین نیست. خوبی دیگه هم که داره، خب ETF با هر مبلغی میتونید خریداری بکنید، ولی توی بازار فیزیکی هر مبلغی خب خودتون میدونید نمیشه. یعنی شما با 500 تومن نمیتونید برید تو بازار فیزیکی خب طلا بخرید، ولی شما توی بازار آنلاین میتونید. تو بخش حواله ها خب میدونید یک سکه خریداری میکنید ولی خب به قیمت مناسب خریداری میکنید و خوبی که داره نگران نگهداری اون نیستید و از حالا خدا نکرده سرقت در امان میمونه. در حال این امکانش هست که شما وقتی چیز فیزیکی تو خونه داشته باشید، چیز با ارزشی، شاید مورد سرقت قرار بگیره. خب و میریم سر وقت بازار بعدی. معاملات مظنه آب شده جهانی یه بازار دو طرفه، یعنی شما هم از رشد بازار میتونید سود بکنید و هم اگر بازار مثل الان که الان دارم با شما صحبت میکنم به خاطر مذاکرات بازار یه مقدار تحت اخبار مذاکرات نزولی شده، هم از نزولش میتونید سود بگیرید. تنهایی نیستش که تو صندوق ETF یا تو حواله های سکه شما بازار حتما باید سودی باشه که فرضاً تو 50 بخرید رو 60 بفروشید که سود کرده باشید، ولی شما الان میتونید یک معامله ای رو در مظنه آب شده جهانی که یک پلتفرم کاملا ایرانی هستش، داخلی هست، درست آب شده جهانی اسمش نوشته ولی بازار کاملا ایرانی هستش و شما میتونید روی قیمتی مثلا حالا روی 30 میلیون مظنه 30 میلیون یک معامله سل بگیرید و یک مقدار بازار پایین تر بیاد، شما بابت هر 1,000 تومان ریزش قیمت مظنه جهانی 23,000 تومان سود میکنید و کافیه فقط 10,000 تومان قیمت بیاد پایین که بیشتر از اینها در صعود و نزول رشد و نزول خواهد کرد، کاهش خواهد داشت. شما حداقل 10 خط یا اصطلاحاً 10,000 تومان نزول بکنه یا 10,000 تومان صعود بکنه، شما 230,000 تومان سود میکنه و یک درآمد خیلی خوب روزانه ای رو میتونید داشته باشید که مفصلا بعد از اتمام دوره
یعنی بخش معامله روی صندوق های طلا ETF این دوره رو به صورت خیلی کامل براتون ضبط میکنم و تو همین دوره 0 تا 100 معاملات طلا بهتون آموزش میدم. 2 تا بازار دیگه مونده که اینها رو فقط توضیح میدم و فعلا برنامه برای آموزش دادن تو این بازار ندارم، چون دلیلم توی ویدیو بارگذاری شده نقشه راه پیج توضیح دادم، به خاطر اینکه واقعا سرمایه زیادی میخواد و تخصص خیلی بالایی میخواد و پیچیدگی خاص خودشو داره و مدت زمان نسبتاً زیادی رو میبره، هم برای آموزش دیدن و هم برای سود کردن. یعنی شما فرضاً حداقل 1 ماه 2 ماه باید زمان بذارید که یه معاملتون به سود برسه. خب اون بازه زمانی که میذارید، سودی که به دست میارید خب شاید دلچسب نباشه به اون صورت، و اگرم دلچسب باشه ولی خب سرمایه زیادی رو میخواد. به خاطر همین یه بازار آتی داریم، یه بازار فیوچرز و یه بازار معاملات آپشن داریم که اینها تقریبا تو کشور ما تو ایران داره یواش یواش بورس میشه و اصطلاحاً داره آموزشش وسیع میشه و مد میشه. در آینده اگر فرصتی بشه، چون میگم آموزشش پیچیدگی خاص خودش داره و طولانی میشه، به خاطر طولانی بودنش شاید نخوام ورود پیدا بکنم. شاید حالا در آینده اگر ببینیم دوستان میل نشون دادن به این ویدیوها و حالا لایک کردن و همینطور این ویدیوها رو نشر دادن، به دوستانشون توصیه کردن و ببینیم که خب واقعا متقاضی زیاد هست، خب این 2 تا بازار رو هم قطعا آموزششو میذاریم. اینا همه بستگی داره به اینکه ببینیم چقدر و چه عزیزانی با چه حجمی طالب این قضیه هستن. خب خلاصه کلام این که من این 3 تا بازار رو به خصوص این 2 تا مفصل توضیح میدم و این بازار رو هم فقط بهش یک اشاره میکنم، چون خب کسی قصدش شمشه طلا بخواد 4 میلیارد بخره قطعا نخواهد داشت، به خاطر اینکه بیشتر طلا سازها این کارو میکنن. حواله سکه هم خب من آموزششو میدم، حالا کسی خواست سکه بخره میتونه اینو بخره. این رو حالا به اندازه این 2 تا بازار نحوه خرید و فروششو میگم، توضیح مفصلی نداره، فقط این نحوه خرید و فروش داره. شما اگر تحلیل تکنیکال بلد باشید که فرضاً این صندوق ETF رو کجا بخری، کجا خوبه و کجا خوبه بخری، کجا خوبه بفروشی، خب یعنی تکنیکال بلده. خب کسی که تکنیکال بلده، کسی که میدونه صندوق الان وقت خریدش هست یا وقت فروشش هست، چون بازارهای طلا به هم وابسته هستن، پس میدونی که الان وقت خرید سکه هم هست. اگر وقت خرید صندوق ETF هست، پس وقت خرید سکه هم هست، میتونم الان سکه بخرم. خب به جای اینکه بری ETF بخری، میتونی بری حواله سکه بخری. سرمایه بیشتری داری، حواله سکه بخر. سرمایه کمتره، ETF بخر. میگم نحوه آموزش خرید و فروش رو میگم، ولی خب دیگه تحلیل آنچنانی تکنیکالی نداره، به خاطر اینکه تحلیلش همون تحلیل ETF ها هست و استراتژی خاصی نداره. خب دوستان، جلسه مقدماتی ما یه مقدار طولانی شد. من ضبط ویدیو هم احتمالاً طولانی باشه و بین نیم ساعت تا 50 دقیقه شاید طول بکشه، به خاطر اینکه هدفم از این طولانی شدن ویدیوها این نیستش که بخوام زیاده گویی کنم. هدفم اینه که همه موارد رو سعی کنم ریز به ریز توضیح بدم تا شما واقعاً مسلط بشید روی بازار طلا. و اینکه میگن آموزش 0 تا 100 معاملات طلا، همه نکات رو بدونید، ریز و درشتش رو بدونید. جلسه اولمون، جلسه مقدماتیمون در مورد انواع بازار طلا اینجا به اتمام رسید. امیدوارم که خوب توضیح داده باشم، امیدوارم که
مفید واقع بشه و بتونید از این جلسه استفاده بکنید. به زودی جلسه جدید رو و جلسه بعدی رو شروع خواهم کرد که در مورد اصطلاحات بازار هستش و اصطلاحات بازار طلا رو کامل براتون توضیح میدم. تقریبا آماده هست، فقط باید ویدیوش رو آماده بکنم و براتون ریز به ریز توضیح بدم. این از پیش آماده شده و جای نگرانی نیست. این جلسه هم احتمال میدم طولانی بشه، به خاطر اینکه ریز به ریز باید اصطلاحات رو بهتون بگم تا اینکه بعد از این اصطلاحات ما وارد آموزش سرمایه گذاری و معامله در صندوق های طلای ETF بشیم. یعنی جلسه سوممون جلسه توضیح صندوق های طلا و ETF هستش که دوست دارم تو کامنت ها برام بذارید که دوست دارید همه رو تو یک ویدیو ضبط بکنم یا تو چند ویدیو باشه. این رو برای من اگر کامنت کنید خیلی بهتر هست، هم به من کمک میکنه که چجوری ویدیو رو ضبط بکنم که برای شما راحت تر باشه دیدنش و با من میلتون باشه، و همین که شما توی آموزش دیدن به خودتون در اصل با این نظرات کمک میکنید که چجوری کیفیت کار بره بالاتر. از نظرات شما حتما استفاده میکنم، حتما لحاظ میکنم نظراتتون رو و حتما به من بگید که برای آموزش صندوق ها تو یک جلسه باشه و صفر تا صد همه موارد صندوق ها رو بگم ببینید یا اینکه بخش بخشش بکنم و تو چند جلسه بگم. شب و روز خوبی رو براتون آرزو دارم و خدا نگهدارتون.